اینا رو گفتم و حالا میخوام از ستار بهشتی عزیز صحبت کنم، کسی که قلب همه ما رو به درد آورد، شهادتش. من احساس غرور میکنم، البته نمیتونم نگم، من احساس غرور میکنم، خیلی دوستش دارم. من میدونم که ایرانیای خیلی زیادی مثل ستار هستن و اون باید سرلوحه ما باشه که انرژیمون رو بذاریم به سمت جلو بریم و با این بی‌عدالتی ها بجنگیم. حالا ویدیویی الان میذاریم که من تقدیم میکنم بهشون. قبلش میخوام آخرین جمله فیسبوک ایشون رو بخونم برای شما که بسیار قشنگه. گویا گرفته میشن بعدش، بعد که مثلا پیام‌های فیسبوک براشون میاد که ابراز نگرانی بوده، این مسیج رو میذارن، این استاتوس رو میذارن تو فیسبوکشون. بدانیم یک بار به دنیا میاییم و یک بار میرویم، ولی چه خوب است که در آن یک بار با شرف زندگی کنیم و با عزت بمیریم. ممنونم. این جمله فیسبوکی آخر ستار بهشتیه که رفته بهشت، رفته اون جای خوبی که هست تو قلب‌های ماست، تو قلب‌های همه ماست. این آهنگ ما تقدیم میکنیم بهش. آهنگ بعدی. مرسی. من که میمیرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم تا برای سرزمینم میهنم ایران نمیرم. من که میمیرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم. آرزو دارم شود خاک وطن آرامگاهم تا میان کشوری بیگانه سرگردان نمیره. هر وجودی دیر و زود میهنم میرد ولی من، هر وجودی دیر و زود میهنم میرد ولی من با تو پیمان بستم، با تو پیمان بستم، جز بر سر پیمان نمیرم. من که میمیرم چرا با عشق و با ایمان نمیرم تا برای سرزمینم میهنم. ویدیو قشنگی دیدین در مورد ستار بهشتی عزیز و میخواستم اینجا بگم از تمام ایرانیایی که تو کالیفرنیا شمالی هستن، بیریا و سن خوزه و هر جایی که هستن، ازتون میخوام که 11 نوامبر همین یک شنبه مراسم یادبود ستار بهشتی عزیز رو بیان ساعت 3. لطفاً بیاین تا این عزیز و این قهرمان کشورمون رو گرامی بداریم.